سلام، صبحتون بخیر. من بلند شدم، آماده شدم. امروز شورت پوشیدم با بوتام، با یه تیشرت بدون سوتین، به خاطر اینکه انقدر اینجا هر چیز کوچولویی آدم زیرش عرق میکنه که وحشتناکه. الان ساعت 4 صبح از هتل داریم میریم از این هات بالونا سوار بشیم، بالونا که میره بالا که شهر رو بتونیم ببینیم و منظره قشنگی داشته باشه. و چقدر پای کامر صدا میده. و بعد از تحقیقات فهمیدیم که برای رفتن به این جایی که برای هات بالونا باید بریم بهتره که ترانسفرمون به صورت پرایوت باشه، بخاطر اینکه اگر با مثلا بقیه مردم بریم باید سواریم ونا بشیم، مثلا 2 ساعت از وقتمون میره و بخاطر اینکه وقت نداریم این کافی نیست تا چاییه. تو فکر کن به چه جایی رسیدم من که به چایی هم راضیه، فقط بخاطر اینکه بتونم آن ترک باشم. ماشین اومده دنبالمون. اذاناشون 45 دقیقه طول میکشه. Thank you. چایش خوبه؟ همین چاییه دیگه. توش اصل همینجوری کنه. Thank you. وقت نداشتیم بچه اینا رو توی ماشین میخوردیم. ببینیم چه کوفتیم. بابا صدای اذانو میشنوی؟ من بلند شدم ساعت 3:30 صبح برای اینستاگرامم ویدیو درست کردم. در حین ویدیو درست کردم داشت اذان میگفت. حاضر شدیم اومدیم سوار ماشین شدیم، هنوز داشت اذان میگفت. الان تو راهیم هنوز داره اذان میگه. واقعا فلسفه اذانشون رو نمیفهمم. خیلی طولانیه. من فکر کردم شاید قبلش قرآن میخونم ولی قرآنم نبود. خیابونا رو میبینی؟ مثل ایران میمونه. حدست هم گرفتیم رو کمه لایت نداریم. خوبه الان ویدیو؟ ما الان توی قسمت غربی رود نیل هستیم و چیز جالبی که الان رانندمون داشت میگفتش اینه که داشت چون یه سری کارگرها داشتن کار میکردن، گفت اینجا خیلی از ساختمونا اجازه ساخت و ساز ندارن، به خاطر همینم نصف شب مثلا یواشکی میان میسازن. و من گفتم که برای چی اجازه ساخت و ساز ندارن؟ گفتش دولت بهشون اجازه نمیده. گفتم خب دولت اجازه نمیده، اگه مثلا بعدن اینا ساختن نمیاد بگم تو اجازه نداشتی خرابش کنی، مثلا شهرداری که میکنه این کار. اشان احساس کنم دستت جلوی کامراه. اینجا مقبره فرعوناست، شاه‌ها و آدمای سطح بالا و ملکه ها. خب تا قبل اینکه من حرفایی که داشتم تو ماشین میزدم و تموم کنم، رانندمون می‌خواست بره نماز بخونه. خیلی شیک ماشینش رو کلیدش رو داد به ما بره نمازش رو بخونه برگرده. اینجا هم اینو بگیر. اینجا هم این کافه رو نشونتون بدم پشماتون بریزه. تمام این راننده‌هایی که مردمو میارن برای هات بالون میان اینجا میشینن چی میگن؟ قلیون میکشن صبح نمیخوام. فکر کن 4 صبح قلیون بکشید. پشما. اصلا باورم نمیشه تو مصر باشم و برای لحظه سردم باشه. الان اینجا ساعت الان که تقریبا 5 یه کوچولو سرد شده، ولی اینی که می‌خواستم تو ماشین تعریف کنم نمیشد. قضیهش اینه که ما الان تو قسمت غربی رود نیل هستیم و جالبش اینه که قسمت غربی رود نیل اینا بهش میگن سرزمین مرده و به خاطر اینه که در واقع خوابیده روی چیزای آنتیک و میگن سالها تاریخ اینجا خوابیده. قسمت غربی مثل اینکه قسمت غربی اگر کتابای سینوحه یا کلئوپاترا رو خونده باشید، همیشه قسمت شرقی زندگی میکردن و قسمت غربی حالت قبرستونشون بود دیگه. کتاباشون رو خونده باشید میدونید. توی قبرستون سمت غرب نیل حالا فرعونا، ملکه ها، آدمای مهم و اینا رو خاک میکردن و اینجایی که ما هستیم انقدر قبر و انقدر مقبره وجود داره که همش به عنوان آنتیک حساب میشه و به خاطر همینه که داشتم میگفتم چیه؟
Nothing. آخه داری میخندی. خیلی باحاله و اینکه گفتن که همه بعد تو این بنا برن. من تو پرایوت رفتیم دیگه. الان میسن حرف ما کلا یادم Go ahead. رفت. Yeah. Sorry. و به خاطر همین این قسمت غربیش دولت اصلا اجازه نمیده مردم خودشون بسازن خونه هاشونو، به خاطر اینکه وقتی که دارن میسازن یا خراب میکنن باید یه نفر از سمت دولت اونجا باشه که اگر آنتیک چیزی زیر خونهشون پیدا بکنه دولت برداره. و به خاطر اینکه مردم غیر قانونی همچنان ساخت و ساز رو انجام میدن، خیلی هاشون کلی چیزای آنتیک پیدا کردن، رفتن فروختن و خیلی پولدار شدن. و در واقع خیلی از کسایی که این قسمت از رود نیل زندگی میکنن خیلی پول دارن، ولی خونه هاشون خونه های معمولی و فقیرانه است، بخاطر اینکه کسی نفهمه که اینا پول دارن. چه زندگی. تمام توریستا با این ونا میان اینجا، ولی ما پرایوت ماشین گرفتیم بخاطر اینکه میدونستیم قراره کلی منتظر بشیم، ولی به هر حال ما هم منتظریم. دلیل این کارمون چی بوده نمیدونم. خب شما الان طلوع خورشید رو میبینید از لاکسور مصر و اونم بالونیه که قراره سوارش بشیم، دارن میبرنش بالا. Okay, we're going up. عکسم بگیر. Usually passing by some like ancient statues. طب ماله المكان ده ماله؟ على ايدك على ايدك This was fun. I got زحمتی میکشن این تفنگی ها. یه ذره خیابونا و مغازه هاشون رو ببین. خب من رفتم لباسامو عوض کردم، رفتیم هتل، یه ذره دیگه غذا خوردیم، یه ذره فرشاپ کردم و الان داریم میریم یه جای دیگه که مقبره
نمیذارن آدم حرف بزنه. اکوا کولا اکوا. میبینم من دارم حرف بزنم شروع میکنن داد بیداد کردن. الان اومدیم جایی که قسمت غربی رود نیل هستش. بهتون گفتم اگر که حالا کتابای قدیمی مربوط به مصر رو خونده باشین، قسمت غربیش چون قدیما اعتقاد داشتن که وقتی کسی میمیره توی اون دنیا همچنان هر چیزی که با خودش داره رو ببره راحت تره، یا اعتقاد داشتن که بدنش باید به همون شکلی که توی این دنیا زندگی کرده بمونه و به همین دلیل مومیایی میکردن. خدمتکار با حالا ملکه ها و فرعون و اینا دفن میکردن که مثلا بگن خدمتکار داشته باشه، طلاهاشو با خودش ببره و اینا. و چون از همون موقع یه سری میرفتن از تو مقبره های فرعون و اینا دزدی میکردن، میان مقبره‌شونو، یکی از این فرعونا زرنگ بوده، میاد مقبره ها رو درست میکنه توی کوه، جوری که تو اصلا همین کوه از دور ببینی اصلا عمرن فکر نمی کنی که توش قبری چیزی باشه، در صورتی که 96 تا ملکه نمیدونم 100 و خورده‌ای فرعون قبرشون این توه و خب خیلی ها میان ازشون دزدی هم کردن. و حتی قبر کمتوتون یکی از بزرگترین فرعون ها که به عنوان شاه جنگ شناخته شده بود اینجا بوده و یه خر قبرش رو پیدا میکنه. منتها خب کسایی که میرفتن قبر این فرعونا رو پیدا میکردن به خاطر اون گازی که توی اونجا بوده در سر مواد مومیایی که استفاده کرده بودن و سالهای طولانی که بسته بوده، هر کسی اون گاز رو استشمام میکرده میمرده و چون میمردن فکر میکردن نفرین اون فرعونه گرفتتشون چون دزدی کردن، در صورتی که نفرین نبوده، اون گاز اونجا بوده. خلاصه ما داریم میریم الان 3 تا از این مقبره ها رو ببینیم. اینجا نشون میده این حالا مدل کوه رو نشون میده و این زیر داره نشون میده که مقبره ها چه شکلی توی کوه گذاشته شدن. میگن که فرعون برای اینکه هیچ کس نفهمه قبر فرعونا رو کجا میذارن یه کاری کرده بود، حتی کارگرایی که میومدن کار میکردن برای مقبره ها قبل از رفتن سر مقبره چشاشون رو میبستن و میبردن اونجا کارشون میکرد، دوباره چشاشون رو میبستن میبردنشون پایین که حتی اصلا ندونن کجا دارن کار میکنن که از این طریق به صورت راز بمونه جایی که مقبره فرعون ها هستش. خب اومدیم الان توی مقبره یکی از این فرعونا هستیم. خونه درست میکردن به جای قبر. خب این الان بزرگترین مقبره هستش که اینجاه.
اینم اومدم فقط به خاطر اینکه اینجا این فرعون قبل اینکه ساخت قبرش تموم بشه مرد، به خاطر این سری گذاشتنش این تو. اسمش هست مرفتا. Sorry. قصر درست میکردن براشون به جای قبر. فکر میکردن اینجا قرار زندگی کنه. من باید گوشیمو بذارم کنار چون نمیتونم همراه گوشی اینجا برم پایین. تومبش این بوده. This is the tomb. این قبره. این قبر یک نفره. پشما. اینجا هم مقبره رامیس نهمه. خب حالا بریم مقبره توت‌عنخ‌آمون. توت‌عنخ‌آمون. اینجا واقعا خودش اینجاه. نکته جالب این یکی مقبره همینه. شکران. ها. قرار بوده قبرش این تو باشه که خب در آوردن این قبرش اونجاست، خوش اون بر گذاشتن توی شیشه، ولی قبر اصلیش این تو بوده.
این پرنده ها میبینی؟ این میگن پرنده چی اسم اینا؟ نه اسم حیوانه ببو یکی از خانواده میموناست. اینا نشونه ساعتهای مختلف روزن، 12 تا هستش. اینو گذاشته بودن به خاطر اینکه میگفتن که هر ساعتی از روز یکی از اینا جیغ میزنه و سلبریت میکنه، چی میپرسته این خدا رو، این فرعون رو. الأكبر مصر دخلت في مرحلة تانية بعد 9 سنين من حكم الإسكندر الأكبر لما توفى. بس بطلمة معابدهم في إسنا وأبيدوس ومعبد فيلة بطلمي. فيلة بطلمي؟ بطلمي بطلمي وكمان المعبد وظل رومان زي تراجان وبنوا مباني هناك. ركزنا على فين؟ اینجا معبد حبو هستش. حبيبي يا عمرو ربنا يوسع عليك ويعيش ان شاء الله حبيبي ربنا يوسع عليك يا رب يا باشا والله يسهل عليك والله يسهل عليك والله العظيم ها؟ And he had a lot of wars against a lot of enemies who tried to invade the Egyptian lands. And this windows here just to make when the enemies just come here and was here a closed door, very strong door closed. So people will stop here and soldiers gonna throw hot oil from. Here, as usual, it is the first pylon, which have 2 towers. Long distance away of the temple. In the past, local people were not allowed to come inside the temples except in festival time. So here in this temple were living just the priests. But where the king were living? Where the place where the king they were living? This is actually the only palace we have from the ancient Egyptian civilization. Now we are in the palace of Pharaoh. Where is the Pharaoh? Ramesses III were living. اینجا دستشویی فرعون بوده. پشماتون بریزه. دستشویی فرعون رو من دارم. من تو دستشویی فرعون وایستادم. Oh my god. Just Birmingham. And here, this is some symbol of the captives of Ramesses III. And here, this is the Egyptian soldiers, Egyptian people, while they are like training of fighting. So interesting. You know, like over the ceiling here, you'll see the colors, which is the original colors of the temple. Wow. Here, if you look here, you'll see this symbol, which is a symbol of protection. What we have seen in Karnak first day. Yeah. So it is just a model like that, as a symbol of the god Amun-Ra, and they do that during the celebration. Actually, in ancient Egypt, they had a lot of celebrations during the year. One more better view for the priests is there. You see. It's they just came and just established sometimes. Small rooms should be room, but all the ones that were totally. Il y a des enfouis, il y a des ensablés. Yeah, On parle des alluvions. some side rooms. Le côté est, Side rooms. le Nil, déposé, c'est l'île, gauche après gauche. Si on parle de sable, on parle en fait. ببین دارم میمیرم، جنازه شدم.
الان اومدیم غذا بخوریم، یه معبد دیگه بریم، دیگه من برم هتل، دارم میافتم دیگه توانم نیست ادامه بدم، استخر برم. خب اینجا آخرین معبدیه که امروز داریم میبینیم، معبد هتشیپسوت. در واقع معبد گفتم خودم ببینید دیگه، این در واقع معبد هتشیپسوت که در واقع ملکه بوده و معبد اون الان داریم میریم ببینیم. سومین معبدی که امروز میریم ببینیم. انا مش هقول لك، انا بقول لك كمان ما فيش. She just removed them from the throne, and then she broke the traditions of ancient Egypt. So she had a political propaganda to persuade people to accept her reign. Go this way. I'm just explaining here, and the other side, and then I'm gonna give you time to explore, to have. من دارم از گرما هلاک میشم. اینجا یکی از باحال‌ترین قلعه هایی هستش که توی شهر لاکسر هست، به خاطر اینکه این قلعه متعلق به اولین ملکه‌ای که در واقع به صورت رسمی ملکه بود و فرمانروایی میکرد توی کشور مصر. موضوع جالبش اینجاست که این ملکه هتشیپسوت که من اسمش رو تمرین میکنم که یاد بگیرم، این ملکه یه پروپاگاندا درست کرد که بر اساس اون یک داستان غیر واقعی رو اینجوری پخش کرد که بتونه ملکه بشه. حالا قضیه چیه؟ این در واقع زن یکی از حالا پادشاه ها بوده، بعد پادشاهی که میمیره پسرش که از زن اولش بشه، این زن دوم بوده، پسر اون پادشاهی که از زن اول بوده، پسر 9 سالش میاد میشه پادشاه. این به عنوان نامادری، ولی چون سیاستمدار خوبی بوده میاد حالا بهش یاد میده چطوری فرمان روایی کنه. برای این مدت پیش خودش میگه واو من چرا دارم به این یاد میدم چیکار کنه، چرا خودم این کار نکنم. و به خاطر اینکه خودش بتونه این تاج رو به دست بیاره اومد این پروپاگاندا رو شروع کرد، این قصه فیک رو جا انداخت و گفتش که در واقع من دختر خدای رم آمون، اسم خدا رو یادم رفته، ولی میگه من دختر اون خدا هستم و اومد این قصه رو روی دیوارا نوشتش. یعنی روی دیوارا، حالا البته از اونجا شروع میشه، ما از اینجا اومدیم، ولی خب میخوام نشونتون بدم که مادرشه که حامله میشه و در واقع داره میگه که مادر من که خودش هم یه ملکه بود، بیا دیگه چرا اینا رو نشون نمیدی. میگه مادرش که خودش یه ملکه بوده در واقع ازدواج میکنه با یکی از این خداها و در واقع میخواد بگه که یک ازدواج مقدس بوده و اینم یک کسی که خودش حالا یک فردیه که زاده شده که فرمان روایی بکنه. و جالبش اینه که زمانی که تمام فرعون‌ها و حالا پادشاه‌ها وقتی دارن فرمان روایی میکنن، مقبره خودشون رو توی دورانی که زنده هستن درست میکنن که با سلیقه خودشون باشه. و این تنها اولین ملکه‌ای بود که داشت فرمان روایی میکرد، دستور داد که مقبرش رو توی قبرستون پادشاه‌ها بذارن. یعنی ما یه قبرستون جدا برای ملکه ها داریم، یه قبرستون جدا برای پادشاه ها داریم. این گفتش نه من پادشاه بودم، من به دنیا اومدم که فرمان روایی کنم و قبر خودش رو توی قبرستون پادشاه ها گذاشت. ولی حالا این دیوارا یه خورده حالا اینجوری پریده شده به خاطر اینکه بعدا اون پسر اومد انتقام خودش رو بگیره. یه 20 خورده سالم فرمان روایی کردش و توی اون مدت واقعا ملکه خوبی بود، یعنی ملکه بدجنسی نبود، ولی خب با سیاست خودش رو ملکه کرد. Bye bye. Hatshepsut.